سوال من می بود استاد جان که کسی که توبه میکنه نه توبه میکنه با توبه خود مشکنه هیچ رقم باید در توبه خود پابند باشه. بسم الله الرحمن الرحیم. وقتی که یک انسان گناه میکنه، مثلا گناه میکنه، به خاطر ازی که گناه نکنه باید در نظر داشته باشه که وقتی من گناه میکنم خودم به دست خود دوزخ برای خود چی میکنم؟ راهش باز میکنم. راه دوزخ برای خود چی میکنم؟ باز میکنم. یک وقت الله متعال برای جبریل علیه السلام همین جنت نشان داد. ای که دید گفت یا الله کل مردم میخواد که در جنت بره، هیچ انسان کس پیدا نمیشه که در جنت نره. برش دوزخ نشان داد گفت یا الله هیچ کسی که دوزخ بشناسه کوشش نمیکنه که در دوزخ بره، کوشش میکنه خدا که از دوزخ نجات بده. الله متعال گفت که ما جنت رایش سختی ها را گذاشتیم، سختی ها از راه جنت که بسیاری کسان از این سختی ها تیر شدن نمیتونن، در جنت رفتن نمیتونن. و راه دوزخ چی کردیم؟ لذت ها و شهوت ها و مستی ها و شراب ها و رقص ها و خواندن ها و موسیقی ها یا گرد دوزخ کی راه رو برای چی برابر میکنه؟ برای دوزخ برابر میکنه. این حال اگر انسان پیش خودی فکر بکنه که من با این گناهی که میکنم خود به دوزخ به دست خود دوزخ برای خود خریدیم. محمد علی کلی یک بکسر بسیار قوی بود، نه میشناختی؟ این مسلمان شد. اینو گفتن تو گناه میکنی؟ گفت وقتی که من گناه میکنم یک قوطی گوگرد در جیبم است. امیار وقتی که بخوایم گناه بکنم یک قوطی گوگرد میگیرم زیر دست خود یک پلتک که در میتونم. باز برام میگم که تو سعی که تو یک پلتک گوگرد توان حاضر نداری که این پلتک گوگرد تو را بسوزانه، دست بالا میکنی. این آتش دوزخش تو توانش داری. از این خاطر گفت من عاجل از اون حالت گناه فورا هم قوطی گوگرد خدا میکشم و از گناه فرار میکنم. اما اگر از پیش یک انسان گناه میشه و انسان از یک از پیشش گناه میشه، باز الله متعال رحمان است، رحیم است، تواب است. تواب چی معنی؟ یعنی بسیار قبول کننده توبه است. اگر 100 دفعه هم گناه کنی، 100 دفعه توبه کنی، الله متعال خوشحال میشه و توبه تو را میپذیرد. تا چه وقت؟ تا که دو حالت سرت بیاید. یک حالتی که توبه قبول نمیشه که ملک الموت ببینی که آمده که خفقت میکنه. او هر وقت خیزک بزنی فرعون هم میگفت که ما توبه کردیم. ملک الموت که دید فرعون هم توبه کرد، باز او وقت پذیرفته نمیشه. یا ای که آفتاب از مغرب طلوع بکنه که قیامت است. در غیر از او که اگر یک نفر 1000 مرتبه هم گناه بکنه، بازم الله ذات تواب و رحیم است، دروازه توبه بروش باز است و توبهش میپذیره. چطور در توبهش پابند باشه؟ خب توبهش می قسم پابند میشه که این بفهمه که من میخوام جنت میری یا دوزخ میخوای بری. وقتی که جنت میری، جنت خودم سختی ها را داره که باید از بسیاری مشکلات از این جنجالا و تو را خودت دور کنی دیگه. وقتی که میخوای این گناه رو بکنی دوزخ یادت نبیاد با چی؟ هیچ یادت نبیاد که ورام این گناه رو میکنم مثال همیشه کوشش که به یادت بیاری. همون لحظه که از باید فکرت بیای همون لحظه گناه میکنی بفهمی که من ملائکه میبینه، الله متعال مرا میبینه و این برای من نوشته میشه و این کرام الکاتبین خاص پیش دور نیست، ملائکه الله هست. یار کدام در نظر خود داشته باشه و ذات رقیبی که مرا مراقبت میکنه. اینجا حتما وقتی که ببینی که بازی نوشته میشه و این سبب از این میشه شرمندگی در روز قیامت میشه و از مپرسان میشه، باز خود به خود انسان از این چی میشه و از الله انسان حیا داشته باشه. یعنی بزرگترین چیزی است که آدم از الله بشرمه، چون الله 24 ساعت ما را میبینه و از این ملائکه که ما از دشانه ما نیکی ها و بدی های ما رو نشون میکنه، از این خجالت بکشه. یعنی مثلا اگر دم یک اتاق یک اشتکا که خرد باشه چقدر میشرمی. همین شرم که از این اشتک میکنی، همین شرم باید از الله داشته باشی، از ملائکه داشته باشی، باز یه جرأت نمیکنی که گناه بکنی. موفق باشی.